به 3 زائر تاجیک در دبی رسیده در راه به سوی مکه و مدینه در طول 33 روز بیش از 3000 کیلومتر را طی کردند عربستان سعودی ویزا نداده است. در این باره بعض پلیس یکی از این زائران دلاور غفوروف خبر داد برای به عربستان سعودی رفتن جهت ادای مراسم حج به ما روادید ندادند. گفتند که به مقامات کشورمان مراجعت کنیم تا که به ما روادید دهند. ابراز داشت دلاور: ما البته در نظر داشتیم که چنین مشکلات پیش آمده میتواند، لیکن به این سفر دشوار ما برای آن برآمدیم که سنمان از 40 ساله پایین است و در تاجیکستان تنها به شخصان سنی از 40 تا 65 ساله اجازه سفر حج داده می شود، ذکر کرد او. در همین حال دلاور و دوستانش امیدوارند که مقامات تاجیکستان به مشکلات آنها رسیدگی کرده برای گرفتن روادید کمکشان میکنند. ساکن 37 ساله نویه کوشانیان ولایت ختلان دلاور غفوروف و دوستانش از دوشنبه سیدعلی نظروف 31 ساله و عبدالشاکر طلبوف 34 ساله روز 1 می برابر ختم ماه شریف رمضان با نیت حج برابر آمدند. از بس که سن آنها به 40 نرسیده است، سفر با دوچرخه تا مکه برایشان یگانه امکان ادای مراسم حج بود. دلاور کفشیرگر بوده، 2 دختر دارد. سیدعلی تجارت خرد و مغازه محصولات خوراکواری دارد. او نیز عائله‌دار و صاحب 4 فرزند است. عبدالشاکر نیز صاحب کار از دوشنبه است. دلاور میگوید اول آنها خواستند که طریق ترکمنستان روند، لیکن در این کشور بر اثر کووید 19 کرانتین 20 روزه پیش بینی شده بود. از این رو آنها روی دیگر طریق سرحد افغانستان جستجو کرده به سبب وضع ژئوپلیتیکی باز به ناکامی دچار شدند. در نهایت آنها به تاشکند رفته از آنجا به باکو پرواز کردند و سپس طریق ایران سفر را دوام داده از مکانهای تاریخی چون شهر قزوین و اصفهان گذشته با کشتی از بندر عباس تا شارجه رسیدند. این زمان آنها در دبی قرار دارند. این 3 زائر الکی بیش از 3000 کیلومتر راه را طی کرده برای رسیدن تا مکه آنها میبایست باز 1890 کیلومتر دیگر را طی کنند. به گفته دلاور مثلا دوچرخه‌اش تمغه امریکایی مارین را او با نرخ $800 از روسیه خریده. برای تمام لوازمات ضروری این سفر او در مجموع زیاده از 18000 سومانی یا حدود $2000 مصرف کرده است.